یه روز با خودم فکر کردم که اگه هیچ مادری تو دنیا نباشه چی میشه؟ اولش خندیدم، تو دلم گفتم که خب باباها هستن دیگه، ولی بعدش یادم اومد که فکر کن یه روزی برسه که هیچ کس نباشه بگه که غذات سرد شد مامان بیا بخور. هیچ کس نباشه بگه که ببین لباسا تمیز شده ها، اگه نپوشی دلگیر میشن. اگه هیچ مادری توی دنیا نباشه کی بچه ها رو میفهمه؟ کی بچه ها رو بلده؟ کی میدونه که بچه ها واقعا گرسنن و کی دلتنگن؟ کی میفهمه که حتی یه بقال ساده میتونه کلی حال بچه ها رو عوض بکنه؟ اگه یه روز هیچ مادری نباشه دیگه هیچ کس یادش نمیمونه که شب روی بچه ها پتو بکشه. هیچ کس دیگه نمیگه خوابات قشنگ مامان، دعاهام همراهه. جهان بدون مادر فقط یه جای روشن بی صداست، یه تکرار در تکرار. یه خونه است بدون شادی، بدون چراغ، بدون لبخند، حتی بدون نفس.